هوکمون دو سول ره هست. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیون هوک شده. در این قطعه سی بمول و میکرون داریم. دو فا فا می فا می فا می فا می. فا انگشت اول فا سول، یک میم از فا به سول پایین، سول لا سول فا می ره. سوم اومد روی فا، راست راست چپ راست چپ راست تکریز. لا پایین اشاره به سی بمول داشت. ره به می یک اومد پایین، راست چپ تکریز. می فا سا می ره دو، راست راست چپ راست چپ راست. دو فا می فا می، دو فا می فا می. فا انگشت اول فا سول لا سی دو. جا لا انگشت اول اومد، دو سی لا راست چپ تکریز. لا سی دو ره دو سی لا سول. جا لا سی دو انگشت اول میاد، راست چپ راست تکریز. اشاره ره به می بمول هست. ره دو سی لا سول. ره دو که زدیم سی انگشت سوم، بعد سول لا سول فا می ره دو. راست راست چپ اشاره لا به سی بمول رو داریم. سول فا چپه، می ره دو راست راست راست. امشب چرا به وقت نمیخوانم